بری هر تشتکی املاک حزب دموکرات نما باوری به هندی هبیه نه چه حول کی مه هبیه کو نوبر ما و پککی یان هیچ عالی کدنی آلوزی یان شر چه به لی ما چند روز برین هوا هست کرد حوالی پککی یعنی مرا آستانگیا چه دکن حوالی مرا یعنی دور پیچ کردن و التیماتوم و گف و گرو هرشیوان هبونه سرباره و دیسال محاول دا برای دانستاندن برای مسیجن دیپلماسی ام ریگر بین لسر هر نخوشی آلوزی که پکه که دخواه سر ریام دریخه که برسوا و نبود مکتب رسمی هنرد و ما عالیه دنی علاقه دار کردن مخابن او نیاز پاکی که ما هبون چه برسوک عالیه پکه که و نستان ایرو ام شاهده هندی بون یک عالی پکه که به شرکی نخواستی ام اخصنا ناو توگره کی وسط طهل و چند حواله ما شهید و بریندار کردن ام کتنا روشا برگریه یعنی برگریه که همبری و تعداء کوهاتی کردن ام هوی دکن کو هر چیزی منطقه سیاسی پکه لپناو برجماندیا گله کرد و رای گشتی ده یعنی ریگر به لسر او شرکو ده بخود دست بکرین هر چیزی راوستینه اوه شاشیا ها اوه تاوانه ها و لکارش شر براکوژی کو دخوازه برسینگ توگر روجالات کردستان و حزب دموکرات بده نوعا یا خواب پاکش بکه دکارم بیجم پرانیا هری زوره هیزن نکوتنی روجالات کردستانی هر چهار پارچه کردستانی به پیشگیری حزب دموکرات کردستان ایرانی و بو شرمزار کردن پکه که هلوست خود داخلی خودانه بانگ ما رای گشتی لتویت خاده به همون پارتین سیاسی هر چهار پارچه کردستانی و حکومت حریم کردستانی و حتی رایدارن پکه که هر چیز زودتر او شرفروشیا که پکه راستی مکری بن راوستاندن و پکه و کو امر واقع قبول بکه که نکاره به آستانگ سریا توگر روجالات کردستان که دجی رژیم کومار اسلامی کتنه توگره از باورم اگه زیاده رژیم بکشه او بکو انتحار که سیاسی که پکه یعنی راستی خو ایناندیه